سلام دوستان عزیز، با من همراه باشین در چالش 21 روز شکرگزاری تا سال تحویل. پروردگارا، شکر که هر روز با عشق و امید از خواب برمیخیزم و فرصتی تازه برای زندگی دارم. پروردگارا، شکرگزارم که در هر لحظه کنار منی و هیچگاه مرا تنها نمیگذاری. پروردگارا، شکر که مرا به راه درست هدایت میکنی و در سختی ها پناهم هستی. پروردگارا، شکرگزار نعمت سلامتی هستم که به من و عزیزانم عطا کرده ای. پروردگارا، شکر که رزق و روزی مرا از جایی که فکرش را نمی کنم فراهم می کنی. پروردگارا، شکر که در قلبم آرامش نهاده ای و مرا از ناامیدی دور کرده ای. پروردگارا، شکرگزار لحظات زیبایی هستم که با عشق و محبت سپری می کنم. پروردگارا، شکر که دعاهایم را می شنوی و به خواسته هایم بهترین پاسخ را می دهی. پروردگارا، شکر که همیشه راهی برای رشد و آموختن پیش رویم قرار می دهی. پروردگارا، شکرگزارم که حتی در سختی ها نیز خیری نهفته است که بعدها درک می کنم. پروردگارا، شکر که مرا از بلاها و مشکلاتی که از آنها بیخبرم حفظ می کنی. پروردگارا، شکر که عشق و مهربانی را در قلبم نهادی تا بتوانم به دیگران محبت کنم. پروردگارا، شکرگزار باران، خورشید، طبیعت و همه زیبایی هایی هستم که هر روز به من زندگی می بخشند. پروردگارا، شکر که هرگز درهای رحمتت را به روی من نمی بندی و همواره فرصتی برای توبه و بازگشت دارم. پروردگارا، شکر که قدرت شکرگزاری را به من عطا کرده ای تا در هر شرایطی قدردان نعمتهایت باشم. پروردگارا، شکر.